هممون برنامه تمرینی و رژیم غذایی توی گوشمون زیاد داریم. تو اینترنت فراوونه، همه برنامه دارن. کیه که تصمیم بگیره برای اجرا؟ الان تصمیم گیر میخوان. این هاروارد بیزینس ریویو این کتابش گفته که 8 تا فالت وجود داره در تصمیم گیریمون که اجازه نمیده ما فیت بشیم، به هدفمون برسیم. اولیش لنگره. میگیم پسرعمومون داخل 2 ماه 10 کیلو کم کرده. پس منم رژیم و تمرین رو شروع کردم، باید 10 کیلو کم کنم. اگر کم نکنم ادامه نمیدم. اصلا اون 100 کیلو بود، ما 70 کیلو. مشابه همدیگه نیستیم. دومیش میخوایم شرایط الان رو حفظ کنیم. همش میگیم اگه نشد چی؟ اگه تغییر نکردم چی؟ دیگه چاق‌تر از این که نمیشی. ضررم که واسط نداره. شروع کن. سومیش اینه که میگیم من تجربهش رو دارم. با رژیم و ورزش نمیشه کسی کم کنه. قبلا تجربه کردم. تو اون آدم پارسال نیستی. اون مسیری هم که رفتی مسیر اشتباهی بوده، مسیر نادرستی رو رفتی. چهارمیش میگیم یه رژیم میشناسم، آنجلینا جولی بازیگر معروف هالیوود تاییدش کرده. اصلا آنجلینا جولی خودش نمیدونه اون رژیم چی هست. رفرنس علمی برای ما آنجلینا جولی یا بازیگر هالیوود نیست. اینجا دوچار هالو افکت شدیم، میگیم هر چی که اون نفر بگه درسته. باید مراجعه کنیم به رفرنس های علمی، چیزی که واقعا نتیجه میده، وزنمون رو کم میکنه. 4 تا مورد دیگه داره. توصیه میکنم این کتاب Making Smart Decision رو بخونید. اثر هاروارد بیزینس ریویو کمک اون میکنه فیت بشیم. باید تصمیم درست یه بار برای همیشه بگیری، بری فیت چی کارو جمع کنی، بقیه زندگیت بپردازی. پست بعدی هم ببین، میخوام مطالب بیشتری بهت بگم در مورد لاغری.